سلام خدمت همراهان عزیز ویپیکس. امروز با راه اندازی RPM و RBA در خدمتتون هستیم. با ما همراه باشید. خب دوستان، تصمیم داریم تو این ویدیو براتون RPM و RBA رو راه اندازی بکنیم. قصد داریم تو این ویدیو توضیح بدیم بهتون که اصلا این کویل چه استفاده هایی داره و میتونیم چه خروجی ازش بگیریم و راه اندازیش رو با هم چک میکنیم، لوازم جعبه‌ش رو با هم دیگه میبینیم و توضیحات کارکردش و لوازمی که کنارش احتیاج دارید تهیه کنید رو بهتون توضیح میدیم. اصلا کویلایی که شرکت ها تولید میکنن به عنوان RBA ریبیل لول اتمایزر حساب میشن، جوری که این اتمایزرها یا حالا این کویلا اصطلاحی که دارن به مدل کویل هایی گفته میشه که قابل بازسازی هست و یعنی میشه از نوع اینا رو ساخت، میشه درستشون کرد. این اصطلاحو دارن، یعنی کویل ثابته، پنبه و وایر توش قابل تعویضه. خود کویل RPM RBA به این صورت. تفاوتی که با کویل های RPM داره اینه که این کویل حالا حالت ثابت داره و تعویض نمیشه. حتی اگه دقت بکنید اومده قسمت تقسیم کننده ای که مربوط به مثبت منفیش میشه رو پلاستیک مقاوم استفاده کرده و خود فلز بالاش هم فلز مقاوم تریه و حالت پیچی به این صورت باز میشه. این کویل رو ما چون همونطوری که خود شرکت گفته این کویل RPM هست، پس به تمامی مدل های RPM میخوره. یعنی هر دستگاهی که از کویل RPM یا کاتریج هایی که RPM میخورن پشتیبانی میکنه، ما میتونیم این کویل رو روش نصب کنیم. به عنوان مثال ما دستگاهی داریم مثل دستگاه نورد 50 که این دستگاه به صورت فابریکی چیزی که شرکت روش قرار داده سری کاتریج های RPM و نورده. حالا وقتی ما میخوایم روش کویل RPM ببندیم، احتیاجه که یه دونه مثلا کاتریجی که از سری کویلای RPM پشتیبانی میکنه مثل این مورد empty RPM پاد، ما این مدل رو تهیه بکنیم و روش نصب بکنیم. مثلا وقتی که همچین کاتریجی رو ما تهیه میکنیم، این کویل رو برای این دستگاه میتونیم نصب بکنیم به این حالت و این دستگاه به بعد الان از کویل های RPM ساپورت میکنه. به علاوه RPM وقتی که خب یعنی لاین RPM رو پشتیبانی میکنه، خب RPM RBA هم شامل اون کویلا میشه و میتونه پشتیبانی بکنه. به این صورت هست. و حالا چه دستگاه نورد 50 ما همین ساختار رو برای کاتریج های دیگه هم داریم، به این صورت که برای سری دستگاه IPX داریم. من اینا رو به عنوان نمونه میارم، شاید دستگاه بیشتری هم باشن که RPM پشتیبانی بکنن و دستگاهی مثل دستگاه نورد 4 که بازم اینم سری کویلای RPM ساپورت میکنن. پس به این صورتی که هر دستگاهی که از سری کویل های RPM پشتیبانی میکنه، ما میتونیم این کویل رو روش نصب بکنیم. خب این توضیحاتی بود که راجع به کویل RPM دادیم و اینکه رو چه دستگاه‌هایی نصب میشن. حالا مزیت و معایب این کویل رو بخوام بهتون توضیح بدم، به کل این کویل برای دوستانی که میخوان کاملا هزینهشون تقریبا میشه گفت به 1/5 تا بعضی مواقع به 1/10 تبدیل میشه وقتی این کویل رو بخرن. خیلی هزینهش میاد پایینتر، مقرون به صرفه میشه، خیلی سرعتی تر میشه این کویل رو بازسازی کرد. یعنی مثلا شما یه تم میخواید استفاده کنید، لازم نیست کویل بخرید از نو، پنبه رو میکشید بیرون و یه پنبه جدید میزنید و اون سالت جدیدی که میخواید روش استفاده میکنید. معایبی هم که داره، معایب حالا خیلی جدی روش حساب نمیشه، فقط یه مقدار زمان بردن این فرآیند پنبه نصب کردنه و اینکه حداقل 3-4 بار باید این کارو تکرار کنید تا نصب پنبه رو به خوبی یاد بگیرید. خب بریم برای راه اندازی RBA و توضیح محتویات جعبه. یه قطعه خود کویل RBA RPM رو داریم داخل پک که بهتون نشون دادم. براتون یه دونه پیشگوشتی گذاشته که این پیشگوشتی دو استفاده داره، هم برای گیج خود وایر استفاده میشه که توضیح میدم گیج چی و چه استفاده ای داره، هم برای باز و بسته کردن اورینگ یدک و چند تا پیچ برای قسمت دک زیری خود وایر، 2 تا پیچ یدکی که پایه های وایر رو نگه میدارن و یه پنبه برامون گذاشته داخل پک که این پنبه مناسب استفاده روی خود همین سایز وایر هست
که حالا تو راه اندازی این توضیحا رو بهتون میدم. خب من سعی میکنم با خود لوازمایی که خود وایر داره براتون راه اندازی بکنم این کویل رو که با خود لوازمش آشنا بشید، ولی کنارش تو بعضی از مواقع خب وسیله هم احتیاج دارید. یعنی شما باید یه سری وسیله تهیه بکنید. مثلا شما میتونید یه همچین کیتی تهیه بکنید که عموما همه چیش مصرفتون نمیشه، صرفا اگر لوازمی مشابهش دارید همون کار رو براتون انجام میده. یه دونه قیچی میخواید، قیچی خیلی تیز باشه خوبه، یه پنس نوک تیز به این حالت و یه دونه میلی گیج که حالا میتونید از خود این پیشگوشتی هم استفاده بکنید و یه دونه سیمچین رو میتونید با قیچی خیلی قوی هم این کار رو انجام بدید، چون پایه‌هاش نازکه میتونید ببرید. تو حالت اولی که ما کویل رو تهیه میکنیم خود وایر رو به این صورت داریم و به این حالت اگه نگاه کنید نصب شده. من یه وعده این وایر رو باز و بسته میکنم متوجه کارکردش بشید. عموما 2 تا پایه داره به این حالت، میبینید یه قسمت پیچ اینجا بسته شده، یه پیچ هم اینجا که همون قطب مثبت منفیش هستش و یه پایه زیر این گیر میکنه، یه پایه هم تو این قسمت. ما وقتی این پایه رو باز بکنیم به این حالت جدا میشه از این قسمت و وقتی که اینو صفر کنیم به این حالت بسته میشه. یعنی ما وایر رو تو این حالت به صورت کشویی قرار میدیم، پیچا رو میبندیم و اضافه وایر رو قطع میکنیم به این حالت. من براتون یه وعده به عنوان مثال براتون یه دونه نصب میکنم که ببینید چطور هستش. خب من این فرآیند رو بهتون توضیح میدم که متوجه این کارکرد وایر و نصبش بشید. تو حالت عادی که شما این وایر رو تهیه میکنید احتیاجی نیستش که شما این کار رو انجام بدید، فقط صرفا این کار رو دارم انجام میدم که این تعویضش رو یاد گرفته باشید. وقتی شما اینو تهیه کردید فقط لازمه پنبه رو بزنید، برش لازم رو انجام بدید و جویس و بریز 2 استفاده بکنید. تو این حالت من این وایر رو میخوام بازش کنم. الان یه وایر نو ببندم. به این حالت این وایر جدا میشه. شما عموما در نظر داشته باشید وقتی میخواید وایر تهیه کنید وایرهایی که روشون MTL نوشته باشه حتما تهیه کنید و از سایز گیجای خیلی نازک استفاده بکنید که بتونه بهتون اون خروجی لازم رو بده. یه وایر تهیه میکنید عموما برای گرفتن وایر و نگهداریش عموما از خود همین پیشگوشتی تنش استفاده میکنیم. این همون گیجی که بهتون میگم میزان قطری که داخل وایر باشه اون سایز گیج رو مشخص میکنه. نهایتا تا 2.5 تا 25 یا مثلا 20 ساپورت میکنه. این وایر بزرگتر باشه جا نمیشه توش. اگر همین حد کافیتونه که میتونید استفاده کنید، نه میخواید مقاومتش بره بالاتر یا فضای بیشتری رو بگیره میتونید مثلا یه دور به این حالت به وایر اضافه بکنید. همچین حالتی میشه. من تصمیمم بود یه دور اضافه بکنم. به این حالت وایر رو در میاریم و وایر رو توی پایه ها قرار میدیم. چون این وایر مقدار حالت بافت کلپتون داره، روش یه حالت بافت سیمپیچ ریز داره، ما احتیاج یه مقدار اینو بازش بکنیم. به این حالت کاتریج رو قرار میدیم، به این حالت وایر رو قرار میدیم و پایه ها رو سفت میکنیم. اگه دقت بکنید پایه ها گیر کردن، با خود بدنه پیشگوشی داخل این قسمت میکنیم و وایر رو صاف میکنیم. به این حالت پیچ ها رو یه بار دیگه چک میکنیم حد کافی صاف شده باشن و به این حالت صاف شدن و یه بار اینو تنظیمش میکنیم. به این حالت صاف شد، اندازش جای صحیح قرار گرفت، وسط یه مقدار ارتفاع رو از این قسمت داره و ببینید از بغلا هم فضا برای پنبه داریم. خب یه قطعه یعنی این قسمت ما فلز اضافه تر خود پایه های وایر رو داریم. برای قطع کردن شما میتونید از سیمچین استفاده کنید.
سیمچین اصطلاحاً بهش میگن، اگه درست بگم کفچین بهش میگن. جوری میشه که حالت تخت داره این قسمت و با این قسمت از بیخ ما این رو میبریم به این حالت و به این حالت، بری نمیشه. خب این میشه حالت نهاییش، نصب شد به همین حالت استانداردی که میبینید شکل گرفت. فقط قبل از اینکه اینو ما راه اندازی بکنیم احتیاجه که یه مقدار این وایر رو سرخ کنیم تا این حالت قطع و وصلیش درست انجام بشه. یعنی اگر شما اینو سرخش نکنید از قبل و تو وایرهای معمولی تکسیم لازم نیست این کارو کنید، تو وایرهای درشت لازمه که وایر رو سرخ کنید. اگر سرخش نکنید امکان داره از جاها ناحیه‌های مختلف به صورت نامنظم سرخ بشه. وایر درست وقتی که بخواد کار بکنه از قسمت مرکز به بغل داغ میشه و جریان دما رو تقسیم میکنه. تو این حالت اگر گرم نشه امکان داره اینجا یه مقدار سرخ بشه، یه مقدار اینجا سرخ بشه و به صورت درست بهتون طعم نده یا طعم سوختگی بده. برای این کار درپوش رو میبندیم، کویل رو به این حالت داخل کاتریج نصب میکنیم. وقتی که نصب شد رو دستگاه قرارش میدیم و با یه واتی هلوش 8 وات گرما رو بهش تو چند مرحله میدیم. اگر که مشخص باشه توی وایر باید سرخ بشه. به این حالت چند بار سرخش میکنیم، چند بار این کار رو تکرار میکنیم. از بالا داخل کاتریج نگاه کنید تا اینجوری یه دست سرخ بشه. به این حالت تقسیم و مشخص سرخ بشه. خب فقط این کار رو طولانی مدت انجام ندید، امکان داره این حرارتش به کاتریج آسیب بزنه. یه مقدار گرم میشه، اینو یه هوا بخوره خنک میشه. به این حالت میبینید وایر حالت 7 رنگی میگیره و وایر الان آماده پنبه زدنه. به این حالت شما میتونید برای استفاده خودتون از پنبه‌ای که داخل پک هست استفاده کنید. اینم صرفا من میتونم همین استفاده کنم، ولی از پنبه خودم استفاده میکنم که نحوه جدا کردنش از پنبه فعله رو بهتون توضیح بدم. فعله که میگم حالت این نیستش که حالت کلی داشته باشه و پنبه بی کیفیتی باشه. کلا به پنبه‌ای که حالت کات شده و برش خورده ندارن پنبه فعله میگن. خود این برند یکی از برندهای خیلی تاپ دنیا هستش، کلات 9 استرالیایی و کوالیتی خیلی خوبی داره. مشابه این عموما پنبه‌های خیلی با کیفیت تو سایت ما موجود میکنیم. این پنبه رو داریم، یه رشته مثل این میتونیم جدا بکنیم که همین میخوام من استفاده بکنم. خودتون خواستید جدا کنید، اگر یه پنبه مثلا به این درشتی دارید یه رشته به اندازه‌ای که گفتم به این اندازه میتونید اونم به عنوان سمپل نگه دارید، یه مقدار جدا کنید و روش کار بکنید. به همین راحتی جدا میشه و برش میزنید و استفاده میکنید. خب ما این پنبه استفاده میخوایم بکنیم. فقط در نظر بگیرید وقتی من پنبه میگم این کتون خالصه، یعنی پنبه ارگانیک و پنبه خالص حساب میشه که نسوزه. شما اگر بخواید از پنبه‌ای استفاده بکنید که داروخونه‌ای یعنی حالت بهداشتی دارن، حالت مسموم دارن و حالت طعم خیلی بد میدن، شیمیایی هست و حالت استانداردی نداره. اینا به خصوص ویپ تولید میشن این پنبه ها. اگر پنبه‌تون خیلی حالت تراکم زیادی داشت و خیلی حالت موهای زیادی ازش زده بود بیرون، اون من یه دست آروم بکشید بهش کافیه یه مقدار جمع بشه. قسمتی که میخوایم وارد وایر بکنیم رو به این حالت فیتیله میکنیم نوکشو و از این قسمت وارد وایر میکنیم. به این حالت این کار رو انجام میدیم. این پنبه نباید خیلی نرم رد بشه، خیلی حالت سری داشته باشه، یعنی حالتی که پنبه کم باشه، نه خیلی سفت و چیپ رد بشه. میانه این حالت باید باشه، هم گیر کنه هم به راحتی نسبتاً کشیده بشه. میانه این حالت باشه. اگر پنبه خیلی زیاد بود میتونید آروم از دستتون یه مقدار کمک بگیرید و سبکش کنید. خب پنبه رو تا این حدود ما میاریم. قیچی تیز باشه خیلی بهتره، به این دلیل که پنبه رو له نمیکنه.
ما اضافه ای که داریم رو این قسمت میبردیم، به این حالت بریده میشه. خب اینقدر مناسب اندازه ما نیست. پنبه ای که ما تا این حد برش زدیم فقط به عنوان یه اندازه اولیه است برای اینکه حد پنبهمون رو بدونیم. به این حالت برای برش پنبه ما قیچی رو به قسمت فلزی که اینجا داریم، این فلز نه فلز پایینی، به این حالت به اینجا میچسبونیم. اگر معلوم باشه به این حالت این قسمت میچسبونیم و برش میدیم. فقط کج یا به این حالت نباشه، قیچی صاف باشه. به این حالت وقتی پنبه رو گذاشتیم اینجا میشه اندازه‌ای که از روش میبریم. به این حالت برش میدیم. این طرف هم باید صاف باشه، این طرف هم به همون حالت برش میدیم. برای جا زدنش اگه پنس کمک میگیریم. حالا میگم اگه لوازم حداقلی هم دارید خودتون میتونید انجام بدید، با موچین یا چیزی که نوکش تیز باشه خیلی کمکتون میکنه. به این حالت پنبه رو میگیریم و داخل چاله‌ای که این زیر هست به این حالت قرار میدیم. این کار رو چند بار از جهت‌های مختلف میکنیم که پنبه به صورت مناسب جا بره. من نهاییشو بهتون نشون میدم، فقط دارم فرم جا زدنش رو انجام میدم، توضیحاتش هم بهتون میدم باید چه مشخصه ای داشته باشه. خب پنبه به حالت نهاییش همچین شکلی میگیره و جوریه که این قسمت هایی که از بغلای وایر در اومده میره داخل این چاله ها قرار میگیرن و نصب میشن. از زیر در نظر بگیرید که این قسمت فضای کافی برای تنفس داشته باشه که هوا رو به وایر بده. به این حالت پنبه هم از این قسمت ها بیرون زدگی نداشته باشه، تا همین حد بره کافی هست. من تو چند وجه براتون این دک رو قرار میدم که شما کامل پنبه و این فرایند نصبی نهاییشو به حالت استاندارد ببینید. به این حالت خب آماده است. الان فقط میمونه مایع ریختن و استفاده. برای راه اندازی از طعم رویال توباکو از برند پادسالت استفاده میکنیم که طعم تنباکویی هست، تنباکو و کارامل هست. میخوایم با این براتون راه اندازی بکنیم. حتما قبل استفاده سالت رو بطریش رو به خوبی تکون بدید. به این حالت چند قطره روی وایر میزنیم که پنبه و وایر به خوبی بتونن این رو جذب کنن. حالا وایر که میگم صرفا همون پنبه‌ایه که مرکزش قرار داده. به همین اندازه کافیه، خیلی خیسش نکنید چون تو دهنتون میاد. بعد از اینکه پرش کردیم درپوش رو میبندیم و داخل کاتریجمون قرارش میدیم. به این حالت نصب میشه و این سیلیکون رو که جدا میکنیم این قسمت پرش میکنیم. وات رو میتونید بین 9 به نسبت این وایر داره به ما اوهم 6 رو نشون میده. میتونید شما روی بیزان مثلا 10 تا 15 وات میتونید ازش خروجی بگیرید. ما روی 13 وات قرارش میدیم. میخوام روی 13 تستش کنم. ایرفلو هم لازم نیست بازی رو بسته بکنید، خودش اندازه کافی مناسبه. اگر خیلی تنفس زیادی داشت میتونید خودتون به سلیقتون انجام بدید. من نصف میذارم ایرفلو رو. طعم خیلی خوبی میده، کام خیلی خوبی میده. خوبیش هم اینه که ایرفلو بازی داره، به سلیقه‌ای که دلم میخواد میتونم کم و زیادش بکنم و به خوبی میتونم ازش خروجی بگیرم. به همین راحتی که دیدید راه اندازی شد. شاید برای دفعه اول دوم خیلی طول بکشه. حالا من تو فرآیند توضیح هم جوری بود که باید بهتون توضیح میدادم و قواعد خاصش رو بهتون میگفتم. خودتون وقتی راه اندازیش بکنید صرفا تو 5 دقیقه شما میتونید این کار رو انجام بدید و اگه پنبه کشیدن بیرون رو
نصب پنبه مجدده. یه وایر معمولا میتونه براتون 1 بطری تا 2 بطری سالت جواب بده. بهتره بعد از 2 بطری که سالت وایر رو تعویض بکنید. پنبه هم به سلیقتون. مثلا خیلی‌ها میپرسن ما پنبه رو باید تو چه بازه‌ای تعویضش بکنیم. تفاوتی نداره. هر جا شما طعم سوختگی و افت طعم حس کردید میتونید پنبه رو عوض بکنید و پنبه نو استفاده بکنید. این مزیت این وایر هست، یعنی پنبه اینقدر ارزون میشه شما میتونید به سرعت این کار رو انجام بدید و تکرار بکنید. خب تو این ویدیو سعی داشتیم بهتون کارکرد و راه اندازی RPM RBA رو توضیح بدیم. به این صورت بود که دیدید. فقط من تو این بخش میخوام بهتون در مورد لوازم مورد نیاز و چیزهایی که شما لازم دارید بهتون بگم. چیزهایی که من تو ویدیو بهتون توضیح دادم لوازم مورد نیازش بود. کنار این شما چند تا سوال امکان داره براتون پیش بیاد. اول اینکه این وایر رو میشه برای جویست سالت استفاده کرد. عموما تو 70-80% کویلایی که RBA تولید میشن معمولا مناسب سالت نیکوتینن. تو مواردی ما میتونیم وایرهای درشتر ببندیم و میتونیم خروجی پایینتر بگیریم و باش جویست بکشیم با کامای ملایم، نهایتا 20 وات. بیشتر از این خروجی نمیده. انتظار همچین خروجی ازش نداشته باشید. پنبه میتونید به حالت مختلف پنبه های این مدلی تهیه کنید که باز کردم براتون، یا پنبه های دیگه مثل کوتون ترد که به این حالت هست، به صورت سوکتی جدا شده. فقط چون قطر این پنبه بزرگتر از حد مورد نیاز شما بهتر 2 تقسیمش بکنید یا کمترش بکنید به این حالت. یا پنبه های دیگه مثل فایربولت کوتون که میتونه بهتون خروجی خوبی بده، کوالیتی خیلی خوبی داره. اینم برای برند ویپ فلای هست. و پنبه های دیگه ای که موجود داریم عموما محدودیت تو استفاده پنبه ندارید. و کنارش میتونید کیت ابزار تهیه بکنید که لوازم مختلف توش هست، از جمله گیج باز کردن اتمایزر، سرامیک برای سایش و تنظیم وایر تو حالت داغ استفاده میشه، خود سیمچین یا همون کفچین که بهتون گفتم، گیج که همچین گیجای عددهای مختلف و سایزهای مختلف واسه تنظیم های وایر تو قطرهای مختلف رو داره، پنس و فرچه سیمی برای تمیز کردن وایر استفاده میشه، پیشگوشتی که همچین حالتی داره، چند خروجی بهتون میده، و قیچی. این کیت تقریبا میشه گفت کامل ترین کیتیه که میتونید تهیه کنید. حالا یه سری لوازم شاید براتون اضافه باشه، چیز معقول و خوبیه، میتونید تهیهش بکنید، ازش استفاده بکنید، یا کیت های سبکتر یا به صورت جداگانه اینا رو تهیه بکنید. در مورد وایر هم شما میتونید از وایرهای مختلف استفاده بکنید. سری MTL وقتی داشته باشن وایرها و قطرشون رو اگه اینجا دقت بکنید 2.5 میلیمتر زده. شما تا 2.5 میلیمتر تا 2 میلیمتر میتونید وایرهای مختلف استفاده کنید. تو این RBA من پیشنهادم وایرهایی که 2.5 میلیمتر قطر داره. به این حالت میتونید استفادهش بکنید. این 5 مقاومتشه. و مدل‌های دیگه اگرم حالا قطرش کمتر بود میتونید همون روشی که بهتون توضیح دادم وایر رو باز بکنید و قطرش رو بیشتر بکنید. خب دوستان، تو این ویدیو راه اندازی و نصب کویل RBA RPM رو داشتیم از برند اسموک. در نظر داشته باشید تمامی محصولاتی که ما از اسموک براتون ارسال میکنیم QR کد دارن که میتونید اصالت کالا رو ازش بسنجید و از اورجینال بودنش مطمئن باشید. تو تمامی موارد محصولاتی که ما تو فروشگاه موجود میکنیم ضمانت اصالت کالا داریم. امیدوارم توضیحاتی که بهتون تو ویدیو دادم براتون مفید بوده باشه و بتونید به خوبی کویلتون رو راه اندازی بکنید. خدا نگهدار.